سلام علیکم. حالی شما؟ هستید؟ مرسی. شما خوبید؟ از کجا تشریف آوردید توی لایو؟ کجا زندگی میکنم یعنی؟ بله. آمریکا. آمریکا. کدوم ایالت؟ تگزاس. تگزاس. اوه ویلکام. بله. بعد شما از بعد بچگی اونجا؟ ما خیلی وقت اینجاییم. بعد من گفتم که با توپ براتون مثلا یه کاری. اوکی. فقط الان نورت زیاد خوب نیست. نور میخوای گوشیتو بذار یه جای دیگه، یعنی بذارش اون ور، مثلا یه ذره اینوری کن. ما نمیبینیم تو رو. هیجان زده شدم. هیجان زده. هیجان زده ای الان؟ الان خوب شد. آره یه کمی میگم هیچی، نه اوکیه. دستت کجا الان کردی دستتو؟ دستم بند پشتم دارم درستش کنم. ها اوکی. میتونیم ببینیم بند پشت تو؟ میتونم که با توپ یه کاری کنم؟ بله. با شیرین کاری میخوای بکنی با تو؟ میخوای قیبش کنی؟ میخوام که توپ نمیخوام که توپو بچرخونم دستم. اوکی. بعد اوکی. صبر کن. هولش نکن. یه ذره اوه هول بابا باری کرده بچه به همزمان سینه میتونم که خودم رو تکون بدم. باری کرد. ببینم چجوری تکون میدی. یه بار دیگه بکن. بابا تو خیلی هنرمندی. مرسی ممنونم ازت. اینجوری باری کرد. الان هول شدم شما رو دیدم، ولی خب میتونم. خواهش میکنم. روپایی هم بلدی بزنی؟ آره روپایی هم بلدم، اما اینجا اتاقم یه ذره کثیفه خب دیگه. همین. خب ببینم شما الان دوربین تو یه ذره بیار پایین‌تر که ما یه ذره بند هیچی. بند پشت تو داشتی درست می‌کردی؟ مگه می‌خوای با پشت هم کاری بکنی مثلا؟ نه این بند سوتیانه. اوکی. یه کمی اینترنتت فکر کنم ضعیفه، یه کوچولو. یا دوربینت کثیفه، می‌خوای دوربینت تمیز کنی؟ دوربینتو صبر کنید. همین دوربینتو واسه همین تمیز کنی. تمیز شد. نه یه بار دیگه چک کن. اوکی صبر کنید. همینجا وایسا، فقط دوربینو تمیز کن اگه میشه. خب خیلی خوشحال شدم که اومدم تو لایوتون. مگه میخوای بری الان؟ دیگه کار دیگه نیست بکنم. خب ببینم شما الان میتونی با این توپت روپایی هم برای ما بزنی؟ روپایی آره، اما خب اتاقم خیلی به هم ریخته است دیگه. باز دستتو کردی اون پشت. من نمیدونم اون پشت چه خبره. به خدا خبر نیست اونطوری. یه ذره برو عقب‌تر ببینیم خبری هست یا نیست. یه ذره برو عقب‌تر. برو عقب‌تر. واسه کامنت ها رو ببندم ندیدم. برو عقب‌تر. باشه. معلوم نیست چیزی. خبری هست یا نیست من نمیبینم. یه خبری هست. آره دیگه. ببینم ما الان امشب یه دونه چالش داشتیم. خب خب می‌خواستیم یه نفر یه دونه لیوان بذاره بین باسنش و توش یه دونه بیسکویت من بذاره. از این کار رو دوست ندارم بکنم، ببخشید. بلد نیستی یا دوست نداری؟ نکردم. تا نکرد. این دوربین گوشی تو یه بار دیگه تمیز میکنی؟ بله. چجوری خودم دارم خوب میبینم شما دارید بد میبینید؟ تمیزت. آره ما اوکیه. همینجا الان ما چند تا سوال داریم بچه. یه دونه چیز داریم، چالش داریم. خب که $300 هم چیز داره، جایزه داره. مرسی ولی من جایزه نگفتم که. اوکی پس ما چالش رو میگیم، حالا شما بگو جایزه‌شو میدیم به یه نفر دیگه. باشه شما جایزه شو بده به یکی دیگه. خب حالا چالش چی هست؟
شما باید ببینیم میتونی بگی که تری بخوریست نه قارنی. تری بخوری. تری بخوریست تری بخوریست. نه قارنی. حرف بده. نه میگه من حرف میتونی بده. بخوریش داد نزنی، منظورش اینه. خب آره دیگه، تری بخوری زقاطی. تری بخوریست نه قارنی. آره. آره. نه میگم تو تکرار کن، نمیگم سوالی آه نه. ببخش متوجه نشده، یه بار دیگه بگی. میگم شما این کلمه رو تکرار کن. ببین آخه که بگو. حرف بدی نباشه. نه معنیشو دارم بهت میگم دیگه. معنیش اینه که میتونی بخوریش داد نزنی. خب این حرف بدیه آخه که بخوری داد نزنی، آخه حرف خب بدیه. الان اینو میتونی بخوری داد نزنی اینو. آره ولی خب کسی نمیاد بگه تو دیرین که بخوری داد نزنی. خب بعضیا مست میشن داد میزنن دیگه. الان شما بگو تری بخوریست نه قارنی. من دیگه اینو نمیگم دیگه. خب خوشحال شدم که من تو لایوت. میخوای بری الان؟ چرا دست داری بخاطر میکنی اون پشت؟ اینکه ما میخوایم بریم کار که اینجا روزه. خب کارت بعد چیه؟ میرم با تیکم تمرین میکنم و دیگه از این کار چند سالته؟ دیگه چیزای خصوصی رو نمیتونم بگم. اوکی. این خصوصیه دیگه. خب دیگه اگه میخواید یه کاری کنم، اگه نه دیگه چرا یه کاری بکن. میخوایم بری تا اون دم در رو برگردیم. در تا اون آخر رو برگردیم. دیگه میخوام برم، منتظرم. کی منتظرته؟ پایین منتظر دوستم اینا که میخوایم بریم. الان بالایی؟ بله. خب دوستتون نمیشه بگی بیا بالا؟ بالا. دوستم خیلی خجالتیه واقعا نمیاد. خب چند سالته الان؟ خداحافظ. اینترنتش قطع. جنس وطنی نداریم دیگه اینجا.